اما انگار واقعی بود. توی خواب میدیدم. دراز کشیده بودیم کف هم اینجا. خواب بودیم ولی انگار مرده بودیم. خواب دیدم با یه دختر بچه توی برهوت دارم بازی میکنم. صداش که میزدم ناراحت میشد. میگفت من پسرم. دروغ میگفت. دامن پوشیده بود و کیسای بلندش رو باد میرقصون. بهش گفتم آقا تلخی نکن دخترکم. دونه برفم. رو ترش کرد. قرصت رنگ زردم و چه بدونه برف مادر جان. نگاش کردم دیدم رنگش یهو زرد شد. زردم نه رنگ زری، یه چیزی بین سبز و زرد. خوف کردم دویدم طرفش. خواستم بغلش کنم بلند گفت آخ! گریه کرد. ناله کرد. گلایه کرد که با دستای تیزت منو زخمی میکنی. نگاه کردم به دستام دیدم رنگشون رنگ زری تیز اینه او. گفتم نترسی یا دخترکم، یه وقت خوف نکنی، مادر پیشته. خندید گفت مادر جان گشنمه. گفتم بیا بریم بهت غذا بدم. با اون چنگالای تیزه اون عرش جلو نشون گفت اونجا یه عالمه غذاست. دوید منم پیش یه طویله بود داخل شدیم. همونجور که میخندید گفت ببین مادر جان غذا. نگاه کردم دیدم تو آقا و خانداداش دراز به دراز کف طویله ای. انگاری خوابی. گفت لالایی بخون مادر جان بیدار نشم. اول رفت سراغ آقا جان با چنگالای علی سر آقا رو جدا کرد. من خواستم بگیرمش رفتم سمتش ولی خب دلم نیومد بس که ناز بود. گفت بخون دیگه رویا جانم، مادر جانم، عزیز جانم. دهنم خود به خود باز شد. لا 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 گل پونه گل زیبا یه بابو. از خواب پریدم دیدم تو آقا و خاندادش کنارم خوابی. خیالم راحت شد. سرمو گرفتم بالا دیدم یه عده دست دراز رنگ و روزنی دورم می‌کردن. حمله کردن سمت شما. اما رفتم سراغ آقا جان. من اومدم محمود رو صدا بزنم صدام در نمیومد. دستمو گذاشتم روی گوشم چشمو بستم که صدای جیده شدن و استخونام پاره شدن گوشتون رو نشنوم. یه نفر گفت بیا بخور. نگاه کردم دیدم شهلا رو برومه. یه دست گرفته بود جلوش. دست تو بود مادر جان. همینجوری که میخندید گفت اینم هست. نگاه کردم دیدم سر آغاز چیخ کشیدم پنگام. خدا مرگم بده رویا خانم. این دیگه چطور خوابی بود؟ خیلی ترسیدم شهلا. خواب زن چپ هست. اون مغز توی که چپ هست نه خواب زن. نفستو فوت نکن تو صورتش. خوبه خانم جن و جادو رو دور میکنه. جنام الان دارن سنگ سخت میزنن دور و بر آدمو پیداشون نمیشه. بلکه ولی صداشون رو زیاد میشنافم اینجا. تو همین طویله محمود میگه پی غذا میگردن اینجا. محمود زیاد حرف میزنه. چیکار داری با دستات؟ ولشون کن. دراز نشدن. خیال میکنم رنگامو پریده دارم زری میشم. پرت و پلانم. شما نمیخوابی؟ شب از نیمه گذشته اما امانه. اگه تو خانوم این خونه بودی که با این خیال آسوده دار و ندارمونو چپو کرده بودن. فشنگر کردن شما هم حساب کارو دستشون داده جان دلم. شکم گرسنه از تیر و تفنگ و آتیش نمیترسه. باید مثل مشی جبار و حسنی بریم سراغشون که چی بشه؟ تلافی گاو و گوسفندامون. همینمون مونده بریم دزدی. میارزه با آدم کشی نمیارزه؟ اوقاتشو تلخ کردم. این مشتی جبار و حسنی کیه؟ این بوی پی میزنه به دماغم حالم بد میشه. دیگه آخرشه. دردی هم دوا نمیکنه وقتی نمیاد بیرون. دلنگرون نباش رویا خانم میاد. خیلی گذشته شده 13 ماه. زمونه عوض شده. قبلا چند وقته میومد بیرون؟ ننه خودم 7 ماهه منو پس داد. 7 ماهه؟ 7 ماه. دروغ که نمیگی. دروغم چیه؟ خودم شناختم از ننم. خوش به حالش. باید از مادر بپرسم منو چند ماه زاییده. گمونم شما سر موعدش به دنیا اومدی. یعنی همون که 9 ماه و 9 روزه؟ بله. میگم رویا خانم این مشتی جبار و حسنی چی کار کردن که خانم ناراحت شد؟ رفتن مرغ دزدی. اینجا اومدن؟ نه. باز بسپارم محمود حواسش بیشتر به این گاو و گوسفندا باشه. نگران نباش این طرفا نمیاد. چطور؟ الان تو شکم گاو و گوسفندام. وا والا. برو گنجرم دستمال بکش میاد یه چیزی بهت میگم. حواسم هست. بار قبلی دماغمو به کف همین طویله کشید. صدا رو میشنفی؟ آره.
یه وقت این صدا رو شنفتیم فلفل بگیم بسم الله. اینجا میان پی غذا. بلکه شهلا تو بچه نمیاری؟ بچه بیارم با خاک شکمش رو سیر کنم؟ خدا از دهنتون بشنافه خانوم. محمود قبلا یه قری میزد، اما الان دیگه کیپ تا کیپ این دهن رو بسته. روز و شب نزدیک من نمیشه. خاطرات شب و روز تو جای دیگه تعریف کن. عذر تقصیر خانوم جان. دیشب رفتی بیرون؟ کجا رفتی؟ کی گفته رفتم بیرون؟ هاتو بذاری بیرون جفت با تو قلم میکنم. چرا وقتی خانداداش میرفت بیرون جفت فاشو قلم نکردی؟ محمود پرساجو کرده، ایشالله خبرش میاد. کاش خودش بیاد. محمود عجب بویی رو انداخته. بگم اونم الان کل ده پشت در به خط شد. گناه دارم. این دلسوزی ها برات نون آب نمیشه. دلم لک زده واسه یه لقمه نون. مزهش یادت اصلا؟ نه ولی خیال میکنم خیلی خوشمزه بود. کاش نون خشکا رو نمیدادیم به گاو و گوسفندا. میشد تو آب زد و خوردشان. از همون کتابا براشون کفایت میکرد نمیکرد؟ هر جور تموم کنیم لاتو. گاو و گوسفندا نباید بمیرن. خیال میکردم تا الان فکر نون خوردن از سرت انداختی بیرون. خیلی وقت انداختمش بیرون. شکم ما به نون خوردن عادت نداره. محمودو نمیفرستی دنبال خانداداش؟ مردم بفهمن خانداداش رفته حسابمون با کرام الکاتبینه. بودنش هم دردی و دوا نمیکرد. سایه‌ای مرد باید بالا سر زن باشه. آقا خانداداشت سایه‌ای نداشته. نه حالا تعدادمون زیاد بود زورمون میچربید به این دراز دستای رنگ و روزری. این تپانچه کارش همینه. خوبیش همینه که نونخور اضافه نیست. اینجا شده میدون جنگ. دنیا شده میدون. مادر به بچه‌ش رحم نمیکنه. میمردی بهتر نبود؟ باز پرت و پلات شد. خستم. همه خستم. یه خودکشی دست جمعی واسه وقتیه که تیتر روزنامه ها بشه. واسه وقتیه که مردن از عجایب باشه. نه حالا که مردن آدمو شده مثل مردن مورچه ها که راه میری زیر پا دست له. چیکار کنی؟ تخم کفتر خوردی؟ کفتر مونده تخمش گیر بیا. ور. سه حرف نزنم دیوونه میشم. فعلا که منو دیوونه کردی. پس خیال کنم این بچه به دنیا بیاد حسابی خلوچل باشه. دختره. چی؟ دیو بچت. دختره؟ از کجا میدونی؟ از قیافت که شده اینه او تاپاله. چطور؟ بچه که دختر باشه مادرش عین جن بوداده زشت میشه. ای به قربونش بره مادر جانش. همه خوشگلیام بالا توی دختره که. خوشگلی هم نداشتی چیزی قسمتش شه. ولی تو خوابم پسر بود. تو که گفتی دختره. آره اون میگفت پسره ولی دختر بود. خیلی خوشگل بود مادر جان. سوسکه بچهش از دیوار بالا میره میگه قربون دست و پای بلوریت. شام آماده است. سنار جیگرک سفره قلمکار نمیخواد اونم تو طبیله. از سر تا پاشو براتون شستم و روفتم. با کدوم آب؟ یه جارو زدی و یه دستمال کشیدی کثافت از سر تا پاشو گرفته. طویله است مادر جان. شرمندم خانوم، آب نداشتی. تقصیر تو نیست شهلا جان. بوی پهن و تاپاله به خورده چوب و خشت اینجا رفت. مشک و عود باز روشن کنیم رویا خانوم. مشکودمون کجا بود این آخر زمانی؟ چیزی خوردی؟ بعد از شما سرهم میکنم رویا خانوم. چیزی برای خوردن داری؟ پوستش مونده، همونو میگم محمود رو آتیش بذاره. خوبه دیگه. شکم خالی سرتون رو زمین نمیزن. از صدقه سری شما خانوم، وگرنه میشدیم شبیه این دراز دستای گشنگدای زردنبو. خوبه که سگ صاحبشو بشناسه. اونا سگ نیستن مادر آدمن. کسی که زیر دستته سگته. اگه میخوای گازت نگیره به قدر کفایت جلوش استخون بنداز. نوشه جان. بیرون خبری نبود؟ چرا خانم مثل این مرده‌های از گور بیرون اومده صف کشیده بودن بیرون در بو میکشیدن. صدای شکمشون کل باغو برداشته بود. کسی که نیومد تو. خیالتون تخت. چشم هم به سیخ کبابا که نسوزه هم به در که کسی خبط نکنه بیاد تو. برو به گاو و گوسفندا سر بزن تله ها رو وارستی کن. چشم. صبر کنی. بکی سایتون کم نشه.
خدا شما رو واسما نگه داره رویا خانم. این شیرینی بچم که دختره. دختر نعمته. دیدی بهت گفتم رویا خانم دختر داره؟ سرارتون داد میزد خانم. خدا حفظش کنه ایشالله. قدمش پر از خیر و برکت باشه براتون. کمتر اون انگشتای واموندتون رو بلیسید. شرمنده. عذر تقصیر خانم. مرخصید. رویا خانم ماهه. به آقای خدا بیامرز رفته. نور به قبرش بباره ایشالله. به قبر خالیش. صبر کن. پوست بزو ببر. کجا ببرم؟ بذار وسط فرق سر من. خب برو بذار رو آتیش یه چیز سقف بزنی. پوست تو مغزت پهن زن. برو با اون تیکه گوشت حال کن. میخوام تا خود صبح باهاش بخوابم. بذارم دهنم مک بزنم اصارش بره تو جونم. حاملش نکنی یه وقت مرد مردم. آخ اگه میشد یه چند تا تیکه گوشت کبابی اینه و خود جیگرش پس مینداخت. بزن دهنت پیر سگ. تو فقط سرشو میزنی. آلتشو نداری که. خیال میکردم فهمیدی بهت چی گفتم. برای دم تکون دادن کیفور شدی؟ خودتون گفتین بهشون استخون بدن تا گاز نگیرن. استخون نه گوشت. استخون. اونم به سگای خودت نه سگ یکی دیگه. بله. این جماعت مزه گوشت بره زیر زبونشون هار میشن نموت. یه تیکه گوش آدمو به فرش نمیرسونه قربونه. با همون فرمونی که آقات رون داری میرونی رویا. آقا میخواست کار خیر کنه. همون کار خیریه قبر خالی برای خودش گذاشت و یه مش دزد بیچشمارو برای ما. خیال میکنین اگه آقا رما رو بین مردم قسمت نمیکرد دیگه سراغ ما نمیومدن؟ نه. بخور. میل ندارم. مردم تو خوابشون هم نمیتونن این گوشتا رو ببینن. اون وقت تو براش ناز میکنی؟ دخترکم حواس گوشت گوسفند نداره. اون وقت دخترکت حواس چیو داره؟ تا اسب برامون مونده محمودو بفرست دنبال خانداداش. مگه قراره اسب نمونه؟ من میگم محمودو بفرست دنبال پسر شما. موندن نموندن اسب برات مهمه؟ وقتی زیر گوشش میخوندی بره پی آب آبادی بگرده باید فکر اینجاش هم میکردی. به خیالت من فقط حواسم به گاو و گوسفنداست؟ نه نه دخترکم. نفر بد کیه؟ من؟ شهلا؟ محمود؟ اینجا موندنم فرقی با خودکشی کردن نداره. محمودو میفرستادی چرا رفتی سراغ اون؟ خانوم خانوم چیه؟ بدبخت شدیم خانوم. چی شده؟ بردن خانوم. چیو بردن؟ هرچی بوده نبوده بردم. فقط یک گاو و اسب آقا رو گذاشتم. پس تو اونجا چه غلطی میکردی پخمه؟ نمیدونم چی شد خانوم. تله ها چی شدن؟ نمیدونم چرا کار نکردم. پس تو چی میدونی مردک؟ عرضه‌ای هیچ کاریو نداری. اون چشم کور شدت مگه یکی به سیخ و یکی به در نبود؟ چرا خانوم بود؟ به والله بود. پس از سر قبر پدر بی پدرت رفتن و تتمه ای گاو و گوسفندا رو چاپو کردن. عوض تقصیر خانوم. غلط کردم خفت کردم کوتاهی کردم. با همین تپانچه بزنید خلاصم کنه. اگه گله داشت حتمی حروم توی حروم لقمه میکردم. راه بیافت ببینم. بیچاره مادر. من اگه جای اون بودم تا الان له می شدم نه؟ اینجوری فکر میکنی؟ به نظرت محمودو میکشه؟ به نظرت بره توی امارت ببینه چیزی برای خوردن نداریم چی کار میکنه؟ من میگم جمع میکنیم میریم نه؟ شرط ببندی؟ نه تیر حروم محمود نمیکنه. مادر جان هیچ وقت مثل ما نمیشه. خانداداش هم نمیشد. سر محمود تو میگی میشه؟ منم میگم میشه. ای به قربونت بره مادر جانت که هنوز نیومده انقدر باهوشی.
ببین واسه شام چی داریم؟ شهل خوشگله. خدا از روز زمین ورد داره من. همه جا رو پر خون و کثافت کردی. اومدم اینو نشونه دادم بلکه از این بدخلقی در بیاد. تا بمیری مرتی که یه پیر سگ، این خلق تنگ من راست میشه. خیلی خوب. تو هم خوبی به تو نیومده سلیت خانوم؟ چرا پاچه میگیری؟ پاچه بر والیده من. آب نداریم این سگ مصب و بشورم. دیروز بشکه پر شد. خانومم گذاشت از اون آب بردارم. مگه شاشتو کنی تو قوطی بدی واسه دستمال کشی. اونقدی آب نمیخورم که شاشم به کارت بیاد. شالا چش قشنگ. اما اگه با 2-3 چیکه کارت راه میافته از الان برات ذخیره کنم. ای بمیری الهی که با یک سر اسب ریدی به همه چی. اینا پاک نمیشه. به تلک سر جادن خالی میبینم. نکن پیرستم. گم شو این بر محمودی. جون به محمودی گفتمه. سر اسب و بعده شب خوب کیفورت کرده. پوست باز و گاو و گوسفند برام معده نذاشته، از گلوم پایین نرفته، تو خود مسترا بودم. کاش زودتری اون کله رو بار بذاری. شالا خوشگله. به عمه لکاتت بگو واسط کله بار بذاره. میخوایم مثل کله یه گوسفنده همشو یه جا بلنبونی و یه ماه پوستشو صف بزنیم؟ خانوم دستور داده این اسبه رو تا 7 ماه باز ببریم. توف به ذات خراب اون پیرزن. صدا تو بپرن و میشنفه. من دیگه کاری با بلدرم اون زنی که ندارم. منظور این دفعه واسه خودمون از گوشتا سوا میکنیم. اگه خانوم بفهمه. خب بفهمه. میخواد چیکار کنه؟ گذشت اون زمان که حرف خانم تو این خونه حرف بود. حرف کی حرف الان؟ حرف خودمون. ما مادریم تو این خونه. اگه رویا خانم اون تیکه کباب بهمون نهاده بود تو مزه گوش یاد میومد. صبح تا شب داریم سگ دو میزنیم تو این امارت، حق یه تیکه گوشت نیست، فقط پوست و پاچه. همین حق ما بیشتر از ایناست. چطور به این رسیدی؟ فکر کردم. مگه تو مغزم داری؟ زبون به دهن بگیر ببین چی میگم. بنام گیریم پوست و پاچه و کله این اسبه رو خوردیم. خب بعدش میخوای چی کوفت کنی؟ چیزی نمونده باز خوردن. خب خب و درد بی درمون زنی که 2 دقیقه اون دستمال گور به گوری و بذار کنار گوش بده ببین چی میگم. جونت بالا بیاد بگو. تا دیروز اگه واسه اون پیر سگ و دخترش سگ دو میزدیم واسه خاطر این بود که یه چیزی از قبلش بهمون میرسید. الان کیام؟ بعد اسبه چی؟ شاید خانم فکری داشته باشه باز آخر کار این اسبه رو قسمت کنیم و خانم بفهمه تپانچه‌اش فیل اسبا در میاره. هیچ غلطی نمیتونه بکنه. تپانچه‌اش فیل اسبا در میاره محمود. نترس، فکر اونجاشم کردم. آره تنها امید خانم پسرش بود که با خبر خوش برگرده و اونم عاقبت آقا دچار شد. تو از کجا میدونی؟ تا الان برنگشته. این یعنی چی؟ خب فکر کن زن. ما رو بندازه بیرون. نگران نباش. به خیالت بفهمه ما گوشت اسبا رو کوفت کردیم میذاره اینجا بمونیم پرتمون میکنه بیرون این امارات هم با این دست رازا طرفی. نه به داره نه به باره. تو به خودت شاشیدی. دندون به اون جیگر ساب مرده بذار. بلکم 2 صباح دیگه خودمون صاحب این امارت و دم و دستگاه شدیم. اگه قحطی نبود خیال میکردم یه چیزی زدی. یاد نیشتو ببند. کاری که چشم میکنه ابرو نمیکنه. یه عمر تو این طویله پهن و تاباله جمع کردی حالا میخوای بشی صاحبش. توی ریغو بشین خوب تماشا کن ببین شوهرت چی کار میکنه. تو همه چیو بسپر به من. خدا لعنتت کنه. ما لعنت شده خدایی هستیم. گوشتا رو 2 قسمت میکنی. یه جا تو سرداب کندم اون تو میذاریمش. خانوم هم نمیفهمه. شکم واموندت که سیره دیگه چه فرقی میکنه گوشت باشه یا پوست و پاچه؟ فرق میکنه. چه فرقی؟ فرقش اینه اون وقتی که تو مسترا گوشتت هم کنده نمیشه نمیره تو چاه. خاک بر سر کثافتت کنن چه جز گند و گوه چیزی از این دهن تو در نمیاد. دروغه. کبابش واسه خانوما بوی کبابش واسه ما ده. نه دیگه نه دیگه نه.
هرچی منتظر رحم و مروت این جماعت موندیم بس دیگه. الان دور ماست، وقت تازوندن ماست. خدا خودش به دادمون برسه. یه زمانی این اسبه تو این طویله بیشتر از من ارج و قرب داشت. ببین الان سرش کجاست؟ منظور دنیا وارونه شده، زمونه عوض شده. اگه قبر آقا خالیه، اگه سر این اسبه اینجاست، شاید چند صباح دیگه اینجا روی این تاب سر خانوم پای اماره. زبونت سر منو توی که اینجا میاد. بشین و خوب تماشا کن زن. برگشتی رویا خانم. مادر کجاست؟ هنوز خوابن. شما کجا به بودی؟ تو چه زن؟ سر کار خودت باشه. یه کارت دارم. خانم بیدارشین. چه خبره؟ محمود سر اسب و برید. تیکه کرده؟ بگمونم. رویا کجاست؟ بیرون امارت؟ نه خانم برگشتن. الان با محمود تو باغن. برگشته؟ از کجا برگشته؟ بیرون امارت خانم. کنه کسانه کندم خانم. پرسیدم رفته بودی بیرون؟ مگه من نکرده بودم بیرون رفتن تو؟ بله. مردک! من به تو نسپرده بودم حواست باشه پاشو بیرون نذاره؟ رویا خانم جایی نره. ببر صدا تو پدر سگ! گمشین بیرون! تو به خانم راپورت دادی؟ خانم پرسید ای بله مادر نگیره، گفتم جلو اون دهنه وامونده تو بگیر. دستت مشکنه الهی. بگیر پتیاره. با اون دختره چه دختره خبره؟ نه اون رویا خانم. به خاطر چندی که گوشتی که تو انداخته شده رویا خانم. قبلا یه چیزی که بهش میگفتی از هر جایی مواظب باش چیزی داری میزنی. زنی که سگ مثل صاحبش دندون نشون نمیده. سگ این خونه سگ این خونه میمونی. واقعا نمیکنی دندون نشون نمیدی. گرفتی ها؟ شما اون چیزی که من هیچ دخلی به خانم این خونه ندارم. منتها من بلدم واسه اربابم دم تکون بدم. پس سگشی. هم سگشم هم خرشم. چی بهت میماسه؟ چی بهمون میماسه از سگ بودم؟ گوشت، غذا، زنده موندن. میفهمی؟ تنها کسی که جانم بزنه نگه داشتن بقیه رو داره خانومه نه دخترش. حتی آقا حسین سرشون هم بباید نمیتونم نبیاف. خب؟ منو میخوابونی کجا میری؟ بیرون خبری یا من میخبرم؟ با تو هم رایا بله. حرف بزن دهنتو باز کن بگو کجا میری؟ یه چی دور و بر امارت میچرخیدم. که چی بشه؟ یکم راه بره. تو باغ به این بزرگی نمیشه راه رفت؟ باغ بی گل و درخت که باغ نیست. لابد اون بیرون گلستانه و ما بیخبریم. نه نیست. این بار رفتی و همون بلای قبلی سرت اومد کسی رو نمیفرستم دنبالت. مگه دفعه قبلی کسی رو فرستادین دنبالم؟ آقات به خاطر تو اومد و دیگه برنگشت. مگه آقا رو شما فرستادی؟ نه من جلوشو گرفتم. خب پس دیگه منتی هم نیست. یه ذره اندازه سر سوزنم که شده عذاب وجدان داری. شما چطور؟ انقدر ناسپاس نباش. من مراقبتون بودم. من زنده نگه داشتمتون. بعد از قراره چی بخوری؟ میخوای چی کار کنی مادر برای غذا؟ تا دیروز میگفتم حتمی صدای زنگوله گاو و گوسفنداست. جنا که اومدم پی غذا. از کی تا حالا عقلتو دادی دست کلفت امارت؟ پس این صدا از کجا میاد؟ گوشاسپیان بگمونم. یه چیزی به گردنشون آویزون میکنن دیدمشون. اینجا میان پی غذا. از محمود خواستم بپرسه میراب تانگرشو از کجا آب میکنه. گفته پر تحویل میگیره. چه عجیب نه؟
کجاش عجیبه؟ یه جای آب هست ولی هیچ کس نمیدونه کجاست. خب آب هست ولی غذا نه. همچین میگی آب هر کی ندونه خیال میکنه یه دریا بغل دستمونه، ماه به چه ماه یه سهمیه آب داریم ولی سهمیه غذا نداریم؟ نمیدونم. اگه بوشاسپیا نبودن سهمیه‌مون بیشتر میشد. نمیدونم. اونا چی میخورن؟ نمیدونم. باقا چیکار کردن که هیچی ازش نمونده؟ نمیدونم. خانداداش رو هنوز برنگشته. نمیدونم. دخترکم چرا به دنیا نمیاد؟ نمیدونم. بعد از قراره چی بخوره؟ نمیدونم تمومش کن دیگه رویا. بوی خون کل باغو برداشته. خونه چی؟ اسب آقا بود. منو میشون روش پتیکا پتیکا میرفتیم تو دشت. اون موقع هنوز یکم سبز بود نه؟ آره اون موقع بهترک بود. میرفتیم شکار پروانه. حالا فقط شب‌ها گیر میاد. هنوزم جمع میکنی؟ آره اون بیرون پر شب‌ها است. یه عالمه شکار کردم. دوست داری ببینی؟ نباید به خاطر 4 تا حشره بری بیرون از باغ. چرا؟ خطرناکه. هر بلای قبول سرمیتم دفعه اولی که رفتم اومده. تقصیر خودت بود. آره خب داشتن خیال آبادی توی این زمینه برهوت اشتباهه. اقلکم فهمیدی که اون بیرون هیچ خبری با نیست. هیچ خبری شکم بالا نیومده. رویا! شدم 7 نفر درست خاطرم. تمومش کن. نزدیک می‌شد من حالم ازشون به هم می‌خورد. چه اصراری داری برای تعریف کردن اون روز شوم؟ چه اصراری داری برای نشنیدن اون روز شوم؟ خانوم نمیای سردا؟ کارم با گوشتا تموم شده. انتظار بی جایی داشتی. اون هیچ کاری نمیکنه. اما اون اینجا از گرسنگی میمیری. بگم اونم همینو میخواد. ولی تا الان یه کاری میکرد. آره ترسیده. تو موقع نبودی. مادر جان اصلا این شکلی نبود. میفهمید داره چی کار میکنه. میفهمید چی میخواد. ولی الان نمیدونه. نگران نباش دخترک. خودم حواسم به همه چی هست. به همه آدمایی که اون بیرونن و توی امارت. بیا اینجا. بله. بیا.
کله دوست داری؟ کله گوسفند؟ هر کله. بله دوست دارم. کدوم قسمت کله رو بیشتر دوست داری؟ چشم فقط یکی. چشم. تو چشمای خوشگلی داری شهلا. ممنون رویا خانم. باید میگفتی قابل تو نداره رویا خانم. بله میدونی آقام چطور مرد؟ اومدن شما رو بردارن. بعدش؟ آقای خدا بیامرز حمله کردن. بعدش؟ آقا رو کشتن. نمیدونی چرا قبر آقام خالیه؟ از محمود نپرسیدی؟ چشم خیلی خوشمزه است ولی اگه گفتی چی از اون خیلی لذیذ تره. زبون! تو زبون درازی داری شهلا. حواست به زبونت باشه. بله خانم. آفرین آفرین. دیر یاد گرفتی ولی بالاخره یاد گرفتی. میتونی بری. انجام شد خانم. کثیفشون کردی. بله؟ خانوادش این پیرن رو خیلی دوست داشت. میدم شهلا بشوره. با کدوما؟ با ذخیره خودم میشورم. آفرین آفرین. عذر تقصیر خانم. با قبل دومیه چی کار کنم؟ دومیه؟ مگه چند تا کندی؟ 2 تا. چرا 2 تا؟ خودتون گفتین. که؟ روزی که اسب آقا رو سلاخی کردم. یادم نمیاد برای کی و کی. برای آقای کوچیک و خانم. 3 تا گوره خالی. اقلا یکیش باید پر باشه. چی بذاریم داخل قبر؟ تو گوره آقام چی گذاشتی؟ هیچی. تو اون 2 تا هم چیزی نذار. نه سب کن. یه روسری قرمز داشتم. خانواده‌شون رو خیلی دوست داشت. بگم اونو بذاریم تو گور خوب باشه.
عجب سوروساتی رو انداختی. این سفره رنگین بابت چیه؟ بابت دنیا اومدن دخترکم. دخترکت 2 سال چسبیده به شکم تکون نمیخوره. یه هفته است که تکون نمیخوره. یه هفته است که با هم حرف نمیزنه. یه هفته است که با هم بازی نمیکنه. 7 روز مادر جان. 7 روز. و حالا به اطلاعت رسونده که قرار دنیا بیاد؟ شوربختانه خیر. من فکرامو کردم. باز بریم جایی که باید بریم جایی که آب هست. ما آب داریم؟ ولی غذا نه. غذا هم هست به قدر کفایت که شکمت سیر بشه. تموم میشه یه روزی. همیشه بدبین و بددل و شکاک بودی عین آقا. نه همیشه مادر جان. یادم بدبین به امید پیدا کردن آبادی امارتش رو رها نمیکنه. رفتنت هم از سر ناامیدی بود نه امید. غذاتو بخور مادر جان. من فکرامو کردم. دخترکم که به دنیا بیاد از اینجا میریم. دخترکت حالا دنیا نمیاد. من امشب دنیاش میارم. همیشه دلت میخواد همه چیز باب میل تو پیش بره. آقا تو رو به شکار پروانه ها ببره، خانداداشت بره پی آبادی بگرده، من شال و کلاه کنم باهات بیام بیرون. محمود و شهلا چی؟ اونا باید چطور باب دلت تا کنن؟ دلار شدنشون برات کافیه؟ من دختر شما به شما رفتم. زیادی به من رفتی. از اینجا که بریم ما شهر جایی نمیریم. به طویله و بوی پهن و تاپاله عادت کردی مادر جان. پس دردت اینه. طویله. قصد داشتم به شهلا بگم امارت رو برای برگشتمون زفت و رفت کنه. امارت و طویله چه توفیری داره؟ تو امارت آب و اجدادی تو با طویله یکی میکنی؟ توی اون امارت آب و اجدادی الان 2 ساله که گاو و گوسفند منزل به کرده. جهت چپاول نشدن. که شدن. حاصل لابالیگری و لاقیدی پادوی طویله است. دنیا رو آب ببره این مردک و خواب میبره. همه توی این طویله خبط و خطا کردن الا شما مادر جان. اگه شکم من بالا اومده، اگه آقا و خانواده‌اش رفتن، همش به خاطر یک جانبگی شما بود. به خاطر منم گفتن شما بود. به خاطر حرف من و بس گفتن شما بود. اصلا شما از تمام خطاهای عالم منزهید. با این همه تقدس توی طویله چی کار میکنین؟ تصدقاتون نمک نشناس. وقتی اجازه بدی زیر گوشت هر کی هر غلطی خواست کرد همین میشه. باید همون اول که شروع کردی زیر گوش خانداداشت پش کردن جلوتو میگرفتم نکردم. نتیجهش چی شد؟ اون که رفت باز دست نکشیدی، چسبیدی به محمود. باز من هیچ کاری نکردم که اگر کرده بودم و از به این جایی نمیرسید که تو بشینی جلوی من برای خودت نقشه بکشی و خیال کنی که منو بازی دادی. به خیالت با دسته کورا طرفی. آفرین مادر جان. اینقدر کسل کننده است بازی با کسی که هیچی حالیش نیست. به خیالت این بازیه؟ پس بذار برات یه داستان بگم. داستان دوست دارم. من یاد آقا میندازه که شبا قبل خواب برام داستان میگفت. بگو مادر جان. بگو جان دلم گوش میدم. نه بس اولشو من بگم. یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. توی یه روستا دخترکی با 4 برادرش و اسبشون روزگار میگذروندن. روزی از روزای دیو میاد و هر شب یه تیکه از اسب رو میخوره. اسبی که تموم میشه میره سراغ بچه ها. برادر بزرگتر شبا پاسبونی میده تا این دیو پیدا کنه. یه شب میبینه که خواهرکش از سوی رخت خواب بیرون خزید و به حیات رفت و تبدیل شد به موجودی که دستاش تیشه‌ای و سرش اره‌ایه. برادر از این که میبینه خواهرکش همون دیوه حالش بد میشه و میره. قصه گفتنتونم مثل اخلاقتونه. کاش لااقل یه بار پای حکایت خوندنای آقا نشسته بودی. میخوای من براتون قصه بگم؟ میگم. حالا فرصت هست. بهتر اول شاممون رو تموم کنیم. از دهن افتاد. خوشمزه است؟ تلخه. زیادی مونده. نه مادر جان این گوشت تازه است. دخترکم عاشق این گوشته. دخترکت نازادا داشته 1 سال پیش برای این گوشت. اشتباه نکنی این گوشت پارسال نیست. شکار محموده.
خیال کردم شهلا همه چیز رو گذاشته کف دستتون عزیزکم. این گوشت چیه؟ پرسیدم این گوشت چیه؟ آروم مادر جان. بذارین من براتون قصه بگم. یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. دخترکی بود آبستن 6، شایدم 7 و دیو دراز دست رنگ و روزنی که گوشتای آقا جانشو جلوی چشماش زنده تیکه تیکه کردن. دختر قصه ما با امید پیدا کردن آبادی امارتشو رها کرد، اما چیز بهتری پیدا کرد. بعد از اون کم کم عوض شد. شبا خواب خورده شدن آقاشو میدید، صبح صدای چریده شدن استخونای آقاشو میشنید. مادر جانش به خیال اینکه دخترکش سرد کرده یه طناب داد و گفت اگه نمیتونی تحمل کنی خودتو خلاص کن. این طناب همون طنابی بود که آقاش با اون اسبا رو راه می‌کرد. اونم طنابو گرفت، اما یه نفر صداش زد. یکی که خزیده بود تو شکمش، یه دیوبچه ناز که ازش خواسته بود زنده بمونه. اونم به حرفش گوش داد و زنده بود، اما همه فکر کردن دیوونه شده. بچه تو شکمش که حرف نمیزنه، اما حرف میزنه. صدا شبیه زنگوله‌ای که به گردن گاوگوس مانده و بزا میبندن. حتما صداشو شنیدی مادر جان؟ همه صداشو شنیدن، ولی الان 7 روزه که صداش در نمیاد. کلفت امارت به دختر میگه اون قدیما شکم زنو پاره میکردن. امشب میخوام شکممو پاره کنم و دیو دخترمو به دنیا بیارم. دلواپس گوش میدی چی میگن جانم؟ خلاص شد خانم. چرا انقدر زود تمومش کردی؟ عذر من تقصیر. داشتم براش قصه میگفتم. به جاش من گوش دادم. خیلی خوب قصه میگین. ببرمش؟ نه، هنوز شاممو تموم نکردم. اطاعت امر خانم. محمود، بله خانم. حواس زبون کردم. چشم. زبون یه آدم وراج. اطاعت. نونوار کردی. از صدقه سری شماست خانم. فقط حیف تو تنت زار میزنه. چه خبر؟ امن و امانه. لباس پلاخوری پوشیدی، عهد زدی. خبریه ما بیخبریم؟ ما هر روز واسه خاطر شما شیک و پیک میکنیم. حالا امروز به چش شما اومده. هر روز کت شلوار گرون آقای خونه رو نمیپوشی؟ به میاد. نزد حالی چه خبر؟ ای دارم کمتر و کمتر میشن. اقلکم یه ماه غذا واسه خوردن داریم. نگرانی؟ تا شما رو داریم چرا واسه نگران باشیم؟ حالا اگه مادر خدا بیامرزتون بود یه چیزی آدم فکری میشد چی میشه آخر عاقبتش. ولی خدا شما رو واسه ما رسوند که نشیم شبیه این از گور برگشته های دراز دست. که اینطور؟ من واسه تون یه چیزی آوردم. چی؟ ماتیک.
پیداش کردم یاد شما افتادم. فکر کنم بهت بیاد. بکش کنار. میخواستم واسهتون بزنم. لازم نکرده. اون قدیم ندیما ننم از این چیزا میزد به سر و روش یه دنیا توفیر میکرد با قبلش. از کجا آوردیش؟ رنگشو دیدین خانوم؟ هم رنگ اون چارقد قرمز است که آقای اون روزایی کوچیک خاک شده. خاک. بهت گفتم چالش کنی. حیف بود خانم، این رنگ به شما خیلی میاد. بدش به شهلا، به اون بیشتر میاد. من اینو به نیت سیب سرخ امارت آوردم، نه سیب زمینی تو مطبخ. سیب سرخ، فکر کنم درختشو تو باغ داشت. تا اینو دیدم فلفل قیافه شما اومد تو چشم. یادم نمیاد سیب سرخ چه شکلی. گفتم اینو بزنین تومانی 7 سنار فرق. باغبون داشتیم ولی آقا عاشقی بود خودش حواسش به باغ امارت باشه. کاش چیز بهتر بپوشی خانم. این ماتیک هم بزنی میشی شبیه جوونی خانم خدا بیامرز. من شبیه مادر جانم. بله، یه زمانی خانم اینقدر خاطر داشت آقا مردم تفنگ دست بسیج میکرد تو کل امارت. شبونه بدون پلک زدن کشی کردم. نگفته بود شبیشم. من اون موقع خانم از دور نگاش میکردم. اصلا واس خاطر خانم بود که دست شهلا رو گرفتم و اومدیم امارت. پس خاطرخواه مادر جان بودی و نفسشو با دسته خودت گرفتی. شما هم کردی قربونت. اگر نه چرا باز خانم رو نفره میکردم؟ من گفتم؟ بزنم واسهتون از این. چرا یادم نمیاد؟ چیو؟ من چرا باید گفته باشم مادر جان رو بکشی؟ خب خانم نمیخواستم مادر که جان همه کاری برای ما کرد. عذاب وجدان داری؟ تو ندادی؟ نه. خوابیده؟ خدا نگهدارش باشه. هر روز داره بیشتر شبیه آقا میشه. واقعا؟ بله ولی خانم. رنگ آقا زری نبود. نبود؟ دسته آقا دراز نبود. خانم به چیا فکر میکنین؟ تن گل پسرتون. چی گفتی؟ گفتم تن دخترکتون سالم باشه. بده تونه برفمو ببینم. ای به قربونت دخترکم. دیوکم. دیو دخترم. کاش زودتر حرف بزنی مادر صدا تو بشنوه. اذیتت نکرد؟ بله دخترم زیادی تنبله همش خوابه. بله خانوم، شهلا راست میگه. دخترتون هنوز کوچیکه. بچه تازه دنیا آمده همش خوابه. خیلی وقت دنیا اومده 7 ماهه. تازه است دیگه خانوم. 7 ماه که چیزی نیست. از خواب که بیدار بشه کم کم قد میکشه. دندون در میاره. میخزه. راه میره. من بعضی وقتا خیلی خوب حرف میزنی. دوست داری بغلش کنی؟ بله. میبینی چه بوی خوبی میده؟ خیلی. شهلا ببین محمود برام چی آورده؟ قشنگه؟ دوستش دارین خانوم؟ تو برام آوردی چرا دوستش نداشته باشم؟ شهلا به خانوم یاد بده چطور بزنه به صورتش. فقط لب؟ ننم لپاش هم سرخ میکرد. پشت چشاش هم میزد. یالا بزن واسه خانوم. چه ناراحتی؟ به میاد؟ یه تیکه ماه شدی. شهلا دخترمو بگیر. من با محمود حرف دارم. آره آره بنام چطور وقتی زبون نداری باز میتونی حرف مفت بزنی؟ تو چه پتیاره؟ بنام این غلطی که تو انداخت بیخریش من نمیشه تا آخر عمرم پای توی لگوری لنگ و دوک بسوزم. من حرومی
میاره من نه یکی ها برو. چی میگفت؟ خیلی خوشگل شدی. از خانم خدا بیامرزم خوشگلتری. مادر که خلاف اینو میگفت. بی خیال اون پیر سگ، هم حرفاش تلخ بود هم گوشتش. نباید خفش میکردی، گوششو تلخ کرد. حماقت کردم اون موقع عقلم شوربختانه حماقتت به همونجا ختم نشد. خفتی کردم. گفتی قد یه ماه غذا واسمون مونده؟ الان غذا رو بی خیال. خانومم لامصب، از وقتی بچه بودی همینقدر خوشگل بودی، چشم همیشه پیت بود. به خودم میگفتم میشه این دختر یه روز نصیب من شه. عجب زمونه ای شده. میبینی؟ زبون شهر اصلا خوشمزه اصلا نبود. خوشمزه نبود. دراز بود ولی خوش‌طعم نه. زبون تو چطور؟ بس از من چیزی بهت نمیماسه خوشگله. گوشتم تلخه اینهو زهر ما. خیلی مطمئنی. آره خانم جان، واسه روزای گشنگی باز بریم سراغ بچه هایی که گفتین بذاریم قد بکشن. گوشت دیو بچه ها لذیذتره. اینهو گوشت برده مرد زنگشم فرقی نمیکنه. نمیدونی چقدر دلم میخواد بچشم ببینم چی. گم شو اونور. خودت شهلا رو دک کردی با هم تنها باشیم. نگو که میخوای شهلارم سلاخی کنی. شهلا میمونه کلف. کلفتیمون. آره آره از عطرم خوشت میاد. بوی گوه میده. خونه ای که از اون 7 پیداش کردم. 7 بودن؟ گفتم بلکم برات آشنا باشه خوشت بیاد. تخم سگ. این تخم سگ واسه خاطر تو همه کاری کرده. خاطر من نه واسه خاطر شکمه. جلو شهلا واسم قیر و غمیش میاد تو خلوت پاچه میگیری. اگه واسه تو غیر و غمیش نمیاد و وحشی میشی دوست دارم. خیال کردی من حریف تو نمیشم؟ تو فقط حریف آدمایی تو خواب میشی. دیدمت که چی کار میکنی. مراقب وقتی خوابی باش. خیلی وقت نمیخوام. دست ما نخوره تخم سگ. چطور اون وقت که برات لاشه میآوردن تخم سگ دو نبود. شافق سهم من نبود. دختر خوبی ببند دهن تو. بعد بچت آقا داشت. دختر من آقا نمیخواد. بد قلقی من نکن. خود از نگاه کردم به دو غم میگیره. جز من کسی نگات نمیکنه. یه صورت خوشگل داری مثل قوزی ده راه میری. یه زن دیوونه که دیو بچهش پسره ولی میگه دختره. بچه دیوش مرده ولی میگه خوابه. دخترکم زنده است.
خب دیوونه ای خانوم. منم مشکلی با دیوونه بودنت ندارم. دیگه داری صبر منو لبریز میکنی محمود. صبر خانوم خونه لبریز بشه چی میشه؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی. پس بشین سر جات. نقشه اینه. تو میشی خانوم این عمارت. منم آقاش. جفتی چرخ اینجا رو میچرخونیم. یه چند تا از اهالی ده و ور میدارم میارم اینجا. یکی دو جفت همینجا تو عمارت نگرشون بیداریم. گاو و گوسفندا رو این سالا چطور نگه داشتیم؟ اینا هم همونطور. اونا بچه میزان و بچه هاشون غذای ما. من فکر همه جاشو کردم. دیگه لازم نیست بترسیم که از گشتگی بمیریم. دیگه هیچ وقت دلواپس غذا نیستیم. من و تو جفت خوبی میشیم. بچه همون کل این ده ها میگیرن. میخندی آره؟ از نقشم خوشت اومده نه؟ واقعا که احمقی محمود. هر چی دوست داری بگو خانومم، ولی از دست من خلاص نمیشی. میخواستم پیش خودم نگهت دارم. فقط حیف که محمودیمون زیاد میشه. خیال کردی من حواسم به اون چیزی نیسته واموندت نبود. فکر کردی هفتمی؟ اون شده هشتمی هرچی. میخسته میدوه به خودت گفتی دختره این دست و پاشو لفتی ارزه نداره تنبولشو بالا بکشه. چه برسه به اینکه جلو من وایسته نه؟ خب ببین چه گندی زدی به طویله. لباسای خانداداشم به گوه کشیده شدن من. آقا من احمق بود که به حرف مادر چون گوش نداده اومد دنبال من. توی دور زبانه کی میره دنبال دخترش؟ باز چرا تو صفر نگه داری شبانه بوشاق یا تیکه پارت کنه؟ خانداداش از آقا من احمق زد. احمق بود که گول حرفای من رو خورد و رفت و تا جفت اونا احمق زد. خب دخترکم پسر نشد و گرم شده که مثل شماها باز هر روز نگران میبودم نره زیر دندونه یه بوشاس به دراز دست. الان خیالم راحته. شهلا داره بیرون باش بازی میکنه. به نظرم نگهش دارم قبلا که زبونت خوب کار میکرد. اگه الان دخترکم اینجا بود تندی جواب منو میداد. پدر هیچی نمیخوری. سگ عقب قیچی بازی کنیم. این دست من میشه تو، این یکی دستم خودم. تو راست من چپ. سنگ کاغذ قیچی. جفت سنگ که نمیشه. سنگ کاغذ قیچی. هرچی من میارم و نیار پایین دیگه مردک. سنگ کاغذ قیچی. حالا شد. راست بودی یا چپ؟ راست؟ پس مردی؟ همیشه خرشانسی. شهلا زنده میمونه. شهلا برو طرف تمیز کن. بودو فکر کنم گند زدم. اینجور کارا رو تو سرداب باید انجام داد. آب لازمه. بودو آب لازمه. فکر نکنی من با صد کار تراشیدم و تقصیر من نیست. تقصیر محموده. آره به خونش بیکندی داره.
نکنم مزدشم همچین باب دندون باشه. خودش گفت گوشتش زهر ماره ها. نه، سبی کنیم که با هم دیگه تنها باشن. ما کاری نداریم باهاش. هر که هست و کلون با شوهرش اختلاف کنه. مادر جان میدونست قبر آقا خالیه، پاس میرفت میشست اونجا باش حرف میزد. با کاری با شهر نداره. بازی کردم باختم. فکرشو میکردی که دوست مادر جانت ببازه؟ من که گفتم هیچ کارم شرمم. ترجیح میدادی من زنشم. تو میدونستی محمود چی میخواد، منم به خاطر جفتمون این کار کردم. مثل یه سوال ازت بپرسم شهلا، ترجیح میدادی محمود زنده باشه و من زنش باشم یا مثل الان مرده باشه؟ نه لا تایلا تحویل من نده. درست جواب منو بده ببینم تو چی میخواستی. بد شد. سه انتظارشو نداشتم. آره شاید. میدونی من زیادی رو حرف مادرجان حساب باز کرده بودم. ولی باز نمیفهمم چرا فکر کردی محمود سایه بالا سرته. میدونی این همه گریه زاری واسه کسی که تو رو اصلا آدم حساب نمیکنه کمی زیادیه. خودمونی ما محمود خیلی آدم قبل نشناسی بود. منم از آدم قبل نشناس متنفرم. نه من از مادرجان تشکر کردم بارها. من مادرجان از شهر گاو و گوسفنداش خلاص کردم که به خودش بیاد بدون بعد واسه زنده بودن یه کاری بکنه. آدمی که بترسه آخر عاقبتش میشه همین. تو میترسی؟ نه؟ خوبه؟ حرف بسه. نشه محمود جان کن ببر تو سردابوی خونش بوی گردی داره. مثل بقیه؟ پس دردت اینه. دوست داری شوهرت یه گور داشته باشه مثل مادرجان و آقا و خانواده‌اش؟ باشه امارت براش میچاله بکن. اینجوری میتونی بری باهاش اختلاف کنی. میبینی؟ من اون قدم آدم بدی نیستم. اومدی نسازی شهلا. اون قبرا خالیه و اون قبرا خالی میمونن. گوره هیچکی قرار نیست پر بشه. گوره هیچکی قرار نیست پر باشه. عجب! از اینکه یه سگ از صاحبش دستور نمیگیره و فکر میکنه میتونه واسه خودش تصمیم بگیرش خوشم نمیاد. از اینکه یه سگ فکر میکنه میتونه صاحب یه چیزی بشه، حالا هر چی. هیچ خوشم نمیاد. میدونی؟ من و محمود قبل اینکه تو بیا یه بازی کوچولو با هم دیگه کردیم. سر اینکه تو باید زنده بمونی یا نه. بشین. سر کاغذ قیچی بازی کردیم. این دست من محمود بود، این یکی دستم شد. بار اول جفتی سنگ آوردیم. بار دوم جفتی قیچی، اما بار سوم محمود سنگ آورد، من قیچی. تو خوششانسی. زنده میمونی. خوبه که تشکر میکنی. خوبه که قدردانی. ولی برای سپاسگزاری شهلا خیلی دیر شده. صبحی خواب دیدم داری توی دشت گل میدوی. یه دشت با گلای رنگارنگ.
یه عالمه پروانه دورت کرده بودن. گفتم نده دخترکم میافتی. غر زدی به جونم که من دختر نیستم مادر جان، من پسرم. اخیراً گفتم دیگه نگی من پسرم. تو دختری، دختر منم میمونی. پسر باشی احمق میشی. اون وقت شبونه یه بوشاس میاد و تیکه پارت میکنه. گفتی نترس مادر جان، ما شبا نمیخوابیم. ما شبا میریم شکار. خندیدم. بعدش از یه تپه رفتیم بالا، پایینش یه ده بود. نه یه شهر بود به چه بزرگی، شلوغ پر آدم. گفتی ببین مادر جان غذا. گفتم صبر داشته باش دخترکم، بذار شب بشه میریم شکار. رویای قشنگی بود نه؟ باید صبر کنیم میرا با تانکر آبش بیاد. بعدش با اون میریم جایی که آب هست. محمود میگه میراب کسی رو با خودش نمیبره، ولی حتمی ما رو میبره. باید ببره. دیدی؟ خواب زن چپه نبود. خواب زن چپه نیست. من و تو میریم جایی که آب هست، با یه دشت گل و یه عالمه پروانه واسه شکار. خوبه؟ دوست داری؟ برات میخونم عزیزکم. لا 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 گل پونه، گل زیبای بابونه، به گوش از